اگه پژو یا سمن داری این ویدیو مخصوص توه. موتور فابریکتو 16 سوپاپ کن بدون اینکه بلوک سیلندرتو عوض کنی. برای این کار اول باید بری سراغ یه سرسیلندر کامل 16 سوپاپ. انواع سرسیلندر 16 سوپاپ موجوده، اما مناسب ترین گزینه سرسیلندر 74 هست. البته برای داشتن حداکثر گشتاور باید سرسیلندری بگیرید که اصلا کف تراشی نشده باشه. بعد از نصب یه سرسیلندر کامل نیاز به یه منیفولد هوا دارید. انواع منیفولد هوا برای این سرسیلندر هست، از جمله منیفولد زانتیا 1800، زانتیا 2000، منیفولد جی تی آی 6، آرسی، کاستوم و غیره هست که هر کدوم از این منیفولدها بستگی به استفاده شما داره. اگه میخوای با کمترین هزینه منیفولد ببندی، بهترین گزینه زانتیای 1800 هست. زانتیای 2000 دورباله خوبی رو بهتون میده و جی تی آی 6 هم رو دست نداره و آرسی هم توان خوبی رو بهتون میده. تو مرحله بعدی شما نیاز به یه اویل پمپ قوی دارید. البته اویل پمپ فابریک هم قابل استفاده است، ولی پمپاژ زیادی مثل اویل پمپ زانتیا نداره. پس شما به یه اویل پمپ زانتیایی هم نیاز دارید. بعد از انجام تمام مراحل، دست موتورهای بالایی هم باید با نمونه پارس ایلیکس تعویض بشن. خیلی از افراد فکر میکنن برای این کار نیاز به تعویض ECU هست، اما با یه ریمپ حرفه‌ای میتونید از ECU فابریکتون هم استفاده کنید. انجام این کار نیازی به هیچ گونه مجوز از سمت پلیس نداره و کاملا قانونیه، چون که شما از بلوک فابریک ماشینتون استفاده کردید. با این کار شما در حالت فابریک بین 115 اسب بخار به بالا بسته به نوع منیفولد و سلامت انجین قدرت دارید. اسپانسر این قسمت ما پیج طب احتیاطه. دوستانی که درگیر احتیاط هستن پیج آقای دکتر خوشرو رو براشون آوردم که روشی وارد ایران کردن که میتونید بدون درد و خماری و بدون حتی یک روز بستری شدن توی یه هفته هر موادی که مصرف میکنید و کنار بذارید، جوری که نسبت به مواد دلزده